به نام خدا امروز میخوایم این دوتا نمودار رو با هم دیگه درستش بکنیم. یه درصدی از خانم‌ها و آقایون وجود داره که با تغییر این درصد نمودار ما هم تغییر میکنه. همینجوری که ملاحظه میکنید من تغییرش دادم، فیمیل رو تغییر دادم، میل هم تغییر کرد و نمودار بار چارت ما هم متناسب با اون تغییر کرد. حالا برای رسم این نمودار من داخل شیت جدید میرم، شیت دو مقادیرم رو پیست میکنم که دوباره نخوام تایپ کنم. اینجا فیمیلم رو دستی وارد میکنم، میلم میشه 1 درصدی که فیمیل داره، 45% فیمیل، میل میشه 55%. این رو تغییر بدم، تغییر میکنم. اول میام نمودار بار این رو میکشم برای فیمیل و اینسرت، از قسمت کالم بار چارت رو انتخاب میکنم. اولین کاری که باید بکنیم از تب چارت دیزاین سویچ رو اند کالم رو انتخاب میکنیم. این دوتا نمودار رو میخوام روی هم بندازم. راست کلیک میکنم، فرمت دیتا سریز، از قسمت سریز آپشن سریز اوورلپ رو روی 100% قرار میدم و گپش رو روی 0% که این فاصله که بین کادر اصلی نمودار هست رو از بین ببره. سایز نمودارم رو کوچیک میکنم مقداری که میخوام. چارت تایتل رو برمیدارم، داده هام از 0 تا 1 در نظر میگیرم. روی این راست کلیک میکنم، فرمت دیتا سریز، از قسمت اکسس آپشن این رو روی 0 و بعدی رو روی 1 در نظر میگیرم. خب حالا بک‌گراند نمودارم رو هم برمیدارم، شیپ فیل این رو نو فیل میکنم و آتلاینش هم برمیدارم. رو نمیخوام برمیدارم از روی نمودارم. خب حالا باید بگم که اون نمودار فیمیل که 66% بیفته روی این فوله که 100%. باید چیکار کنیم؟ راست کلیک میکنم، سلکت دیتا رو میزنم، فیمیل رو انتخاب میکنم، با این آیکون رو به پایین موودان رو میزنم، میاد روی این یکی قرار میگیره، اوکی میکنم. خب تا اینجا مقادیر فیمیل من درصده رو داره نشون میده، ولی یه خوردن لحاظ ظاهری با اون یکی فرق میکنه. این نمودار من رو ببینید، لبه های نمودارم یه حالت گردی داره ولی اینجا لبه هاش صافه و این کار ما چیکار میکنیم؟ یه شیپ استفاده میکنیم و تبع اینسرت شیپ، این مستطیلی که لبه های گرد داره انتخاب میکنم، درگش میکنم توی صفحه، رنگش رو به رنگی که میخوام تغییر میدم، فرض کنید مشکی میکنم و این رو کپی میکنم، کنترل سی روی این نمودار، کنترل وی. برای روی هم همین کار میکنم، یه کپی از این میگیرم. خب رنگ این رو تغییر میدیم. شیپ فرمت، شیپ فیل، این رنگ قرار میدم، شیپ آوتلاین رو برمیدارم. خب حالا اینم کپی میکنم، کنترل سی روی نمودار فیمیلم، کنترل ویش شد، این نمودار پیستش میکنم. این هم درست شد، میبینید لبه هاش درست شد. من فقط باید گرید لاین اینجا تیکش رو بردارم که نمودارمون درست بشه. خب این از نمودارم. حالا کاری که باید بکنیم چیه؟ اینه که یه آیکونی رو هم روی این نمودار داشت، همونجور که ببینید واسه نمودار فیمیل عکس خانم و برای نمودار میل عکس آقا رو داشت. برای این کار چیکار میکنیم؟ از تب اینسرت آیکون، دوتا آیکون رو دانلود میکنم. بیرون کلیک کنم، تب اینسرت آیکون،
آیکون مرد رو هم همین روش اضافه میکنیم. اگر شما آفیساتون نسخه پایین تره میتونید آیکون مرد و زن رو از اینترنت دانلود کنید، ولی حواستون باشه که آیکونتون بک‌گراند نداشته باشه و جی پی جی باشه، نه پی ان جی باشه، معذرت میخوام. خب این از آیکونایی که اضافه کردم. این آیکون اگه من کپی کنم روی نمودارم، نگاه کنید تا سایزش رو، آیکون رو کپی کنم روی نمودارم یه مشکلی داره. مشکلش چیه؟ اینکه با تغییر این مقدار آیکون من تغییر نمیکنه. میبینید آیکون خانم من همونجا موند، ولی تو چیزی که ما رسم کردیم تو شیت قبلی گفتم اینم همزمان با اون تغییر کنه. خب بعد چیکار کنیم؟ ما میام روی این نمودارمون یه نمودار دیگه اضافه میکنیم. راست کلیک میکنم، سلکت دیتا، روی گزینه اد کلیک میکنم. خب بهش میگم اینو چیکار کن؟ سریس نیممو میذارم آیکون. خب و مقدارم میگم از این خونه بگیره. حالا این خونه رو پر میکنیم با هم دیگه. اوکی میکنم. حالا مقدار این خونه رو میذارم چی؟ میذارم همین خونه‌ای که فیمیل رو نشون میده که با اون تغییر کنه. تو یه خورده کمتر که نگاه کنید. من اگر اینو تغییر ندم و حالا تغییرش نمیدم، فعلا انجام میدم، دقیقا میفته رو اون. خب الان یه نمودار افتاد، نمودار مستطیل، درسته؟ نمودار بار افتاد روی ما نمیخوایم، ما میخوایم این آیکون رو بزنیم. پس باید قبلش یه کاری کنیم. اینو چنج سریز چارت تایپ رو میزنم، راست کلیک کردم این گزینه رو میزنم و میام روی نمودار آیکونم. همونجور که میبینید 3 تا نمودار هست. اینجا نمودار چی رو انتخاب میکنم؟ این نمودار اسکاتر رو انتخاب میکنم. اوکی میکنم. خب الان اون نموداری که انتخاب کردیم اینجاست، میبینید؟ خب مشکل این چیه؟ مشکل این که ما میخوایم این بیفته اینجا. چرا این شکلی شد؟ خب چون ما قبلش مختصاتی که داده بودیم فقط این مختصات در نظر میگیره. ما بعد حالا بیایم چیکارش کنیم؟ تغییرش بدیم. دیتا سریز سلکت دیتا رو میزنیم، از این قسمت آیکون ادیت رو میزنم. خب سریس نیمم آیکون باشه. خب میگم محور ایکس هم از کجا بخونه؟ از این خونه بخونه و ایگرگم رو هم روی نیم میذارم که همیشه این مقدار من وسط بیفته. یه نیم قرارش میدم. اوکی میکنم. خب نگاه کنید افتاد اینجا، درسته؟ حالا من رنگ آیکونم رو هم مشکی میخوام بذارم. اوکی کنید. نگاه کنید من برای اینکه این آیکون رو بذارم اونجا میام چیکار میکنم؟ این رو کپی میکنم، درستی روی این دایره‌ای که برای نمودارم هست کلیک میکنم، کنترل. خب الان ببینید من اینو تغییر بدم، اینم تغییر میکنه، ولی یه مشکلی داره. این نمودار دقیقا افتاد اینجا. من که یه خورده عقب‌تر بیفته میام اینو منهای یه مقداری میکنم، مثلا منهای 600 میکنم، منهای 600 6 دهم کردم، منهای 600 میکنم. خب ببینید الان دیگه درست شد. الان من اینو تغییرش بدم، این هم متناسب با همون تغییر میکنه. من میخوام مقادیر اینجا رو بردارم، اکسس رو تیکش رو برمیدارم، میخوام روی این نمودارم مقدارم بیفته. از دیتا لیبل رو میزنم و میگم دیتا لیبلم کجا باشه؟ این سایت بیس باشه، رو اینجا باشه. سایزش رو یه مقدار بزرگترش میکنم که خواستیم میتونیم خورده بولدش هم کنیم. بعد این شد نمودار اولیه من. نمودار آقا رو هم به همین اندازه تغییرش میدیم. خب میخوایم سایز این رو هم دقیقا اندازه همین بکنیم. خب اینو میکنم 42، ارزش هم 39 قرار میدیم. اینم سایز این. خب با این آیکون دیگه کاری ندارم، پاکش میکنم. حالا نمودار واسه این یکی هم میتونم همینو کپی کنم و کاراشو انجام بدم.
حالا اینم نمودار دومم. چیکار باید کنیم؟ سلکت دیتا رو میزنیم تا داده هامون رو متناسب با نمودار خودمون. خب میگم که فولم که تغییرش بدم از این فول بخونه و اینم از این مقدار بخونه. برای این یکی هم همین کار میکنم، ادیت میکنم، میگم از کجا بخونم، این رو میل در نظر بگیره و برای مقدارش هم میگم این خونه رو در نظر. برای آیکون هم تغییرش میدم اسمش آیکون باشه، ایکسش رو از اینجا بگیره، اونم روی اشتباه خب اینو اشتباه زدیم، ایکس رو از روی این خونه بگیره. حالا تابش رو داخلش می‌نویسیم، اینم نیم. خب اوکی میکنیم. حالا اینجا این رو بنویسیم مساوی این خونه منهای 600. هم آیکون، فقط آیکونش هم عوض کنیم، این آیکون رو بندازیم. خب حالا بخوایم شکلش هم تغییر بدیم دیگه، شیپ ها رو هم. این رو واسه نمودار میلم و این رو هم برای نمودار 100% در نظر میگیرم. خب دیتا لیبل رو هم برای این بذاریم. دیتا لیبل خب کجا باشه؟ این سایت بیس که اول نمودار باشه. کنترل شیفت سی روی این یکی خونه کلیک میکنیم، کنترل شیفت وی دقیقا همون فرمتی که اونجا بوده. خب ببخشید من مقدارش اومدم دیتا لیبل برای اون نمودار اصلی رو در نظر گرفتم. این رو بردارم، این نمودارم دیتا لیبلش نشون بده. خب کجا نشون بده؟ این سایت بیس. خب الان درست شد. خب اینم نمودار ما. با تغییر این نمودارمون تغییر میکنه. حالا این شیپ های اضافی رو که نیاز نداریم از صفحمون پاک میکنیم. اینم پایان ویدیو امروزمون. اگر از این آموزش خوشتون اومده لطفاً ویدیو بنده رو لایک کنید و نظراتتون هم در کامنت برای من بنویسید. متشکرم. خدا نگهدار.